العزیز الحمید. در بین اردو پرده است و علی الاعراف چیز امو جانبی بالایش اعراف میگه. اعراف اصلا دیوال است در جانب بالایی. جنت یا در او موقعیت قرار داره یک تعداد. کدام مردم است؟ عالی. و علی الاعراف بالای امو منطقه بالایی جانبی بالایش رجال اشخاصی است. اینجا مراد از رجال تن مردان نیست، زنان هم شامل میشه. اشخاص یعرفون که میشناسن کلن بسیماهم، هم جنتیار هم دوزخیار هم میشناسه توسط علاماتشان. جنتیار رویایشان سفید خوشوقت خوشحال، ولی دوزخیار سیاه چهره های خشن بدبخت نفرت آمیز یا میشناسه. و ناده و اصحاب الجنت، آواز میده به اصحاب جنت وقتی میبینه مردمایی را که نعمتهای جنت استفاده میکنه. دیگه میگه خوشا به حالتان. این کدام است؟ ان سلام علیکم، خوشا به حالتان. سلام اینجا سلام یا سلام علیکم نیست، این مبارکی. سلامی چی هست؟ مبارکتان باشه، مبارکتان باشه. چه نعمتهای بزرگ الله براتان نصیب کرد. الله اکبر. لم يدخلوها و هم یطمعون، داخل نشده لیکن تم داخل شده نداره. از رحمت الله ناامید نیست. کدام مردم هستم؟ یا تقریبا خیلی اقوال مفسرین ذکر کرده تا 40 قوله، لیکن ابن کثیر رحمه الله حدیث مرفوع را ذکر میکنه. مراد از این مردم های هستند که بدی و نیکیشان با هم چی شده؟ مساوی شده. جنت هم میبینه نعمت ها و مردم میشه، دلشان باغ باغ میشه. مشروط است. مشروط خویش ناسه مشروط است. به کامیابا چی میکنه؟ مبارکی میده. نوش جانتان. اول نمره شدی. خود تو چرا اول نمره نمیشدی؟ در صف اولی مسجد قرار میگرفتی. با دفاع توحید الله باید کمر بسته میکردی. غیل زدی خدا. غیل زدن اخو میفهمی. یک مردم ولی ما کار دارم مولی صاحب، جایی که موقع چی مبارزه و مقابله باشه یک کمی کار دارم. تو اینجا غیل میدی خدا به الله چی جواب میگی؟ و مردکه در صف اول در دفاع دین بپرداز، قدم بگذار، بان که مرمی اول در سینه تو بخوره. خدا چرا خطا میدی؟ ما دوستایی داریم ایره زرنگی فکر میکنه. خب مولی متوکل همه یکی بسیار بیعقل است. حالا بلا در گردن امی ما بیعقل نیستم انشاءالله. ما مفهوم کتاب الله را درک کردم، مسئولیت خدا میفهمم که در برابر این مردم مظلوم چی مسئولیت دارم. بان که مردم مرا لعنت بگوید، دشنام بده، دو بزنه، بدوا بکنه، آخر الامر هم قتل بکنه. خب پیش الله مسئول نباشم. ما احمق نیستم، کلی گپا را میفهم، زندگی دنیا را هم میفهم، عزت تابرو را هم میفهم، کلش هم میفهم. باز خدا زرنگ میشماره. چی میشماره؟ زرنگ میشماره. از صحنه خدا گوشه میکنه. از صحنه بله اینجا گوشه میتانی. با مردم از یک طرف خدا سلفی معرفی کردی، خدمتگار دین، خدمتگار قرآن، او طرف خدا خطا میدی. با مردم خوب وارمود کردی که من خوب آدم هستم، خدمتگار دین هستم. از الله چطور میکنی؟ اگر الله متعال در روز قیامت چهره منافقانه با مردم پیش کنه، کیونمو آدم بود؟ همین صحنه در ذهنت میاد یا نمیاد؟ همین صحنه پیش کردنی است. هیچ گناه نیست که الله پیش نکنه، هیچ گناه. اوجا چهره تر پیش کنه، انسان باید زیاد حراس داشته باشه، خیلی زیاد حراس داشته باشه. و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، در آن وقتی که گردانیده شود نظرهایشان طرف اصحاب النار، گردانیده شود به اختیار خود امی مردمایی که در اعراف است، طرف جهنمی ها حتی دیده نمیتونه، آنقدر عذاب سخت است. بس اوقات ظلم ظالما را که در زندانا بالای مسلمان ها میکنه آدم دیده میتونه؟ نمیتونه. اونجا عذاب اصحاب اعراف دیده نمیتونه، اما بدون اختیار گردانیده میشه. الله میگردانه نظرایشان طرف جهنم و آتش جهنم. قالو از حیبت و ترس میگه ربنا پروردگاری ما لا تجعلنا مع القوم الظالمین. بله الله
نیکی و بدی ما خو برابر شده، مستحقم نیستیم، خو لیکن یا الله ما را خطی قومی ظالم نگردانی. در دنیا خو هر کس خطی قومی ظالم یک جا میشه، دلش خیلی زیاد است، مردم یک جا میشه. اونجا باز میگه که یا الله از این قوم مرا نگردانی، اونجا باز اعلان بیزاری است. اینجا خطی پلی ترازو رسای کرده، با دلی بزرگ مردم خدا گرفته. دلی بزرگ یاست، دوستی با یهود و نصارا میکنه، اقلیت کس در قیسیش نیسته. اقلیت کس در قیسیش هست، برات میگه یک نفر استی کار را در مسجد که درایستی یک نفر استی. و نادا اصحاب الاعراف، آواز میده امی مردمای اعراف، رجالا یعرفونهم، با او طور اشخاصی که میشناسن واره، بسیماهم، به نشانه ها و مشخصات و علاماتشان. خب میشناخت که در دنیا چی کشو فشو، چی بادیگاردا، چی بلدنگا، موترا غر بور میشد. زمانی که میبرامد در سرکا بند میشد، میشناسشانه. لیکن آواز برشان میده. قالو اصحاب اعراف را میگه ما اغنا عنکم، معلوم میشه که غطایت هستن. غطایت خو میفهمی، غطایت خو میشناسه نمیشناسه. شکم پرستا که تمام عمر برای راحتی جانی خود، نه یتیممان، نه بیورمان، نه شهیده، حقوقی کلگی را پایمال کرد، بگوی غصب کرد، کلی کارا را بری خود آورد. او نمو مردم ها را. از او خاطر میگه ما اغنا عنکم، دور نکد از شما، دفع نکد از شما، جمعکم، جمعیتی شما، لشکریتان. بادیگاردا کی داشتی، حالی چی شد؟ اونجا خو پشه را نمیگذاشتی که سری بالای سر تیر شود، حالی کجا شده؟ جمعکم مانای لشکر، دو مانا. ما اغنا عنکم جمعکم، ما دفع نکرده از شما، جمعکم امو تمامی محنت و زحمتی که صبح می رفتی، یکیتان طرف موتر، دیگه طرف زمین، دیگه طرف وظیفه، دیگه طرف دکان، 11 بجه خسته و زله و مانده می آمدی، دفع نکردی و چیزا، یک قدر محنت کشیدی. و ما کنتم، دفع نکرد عذاب الله را، و ما کنتم تستکبرون، آن چیزی که شما خدا کلان می تراشیده. برابر ملاقات آمده بر ما ترجمه میگه ما از وقت مسلمان هستیم، نه خو مسلمان نشدیم. از وقت چی رقم مسلمان هستیم؟ مسلمان تذکیری میراثی، فقط همی دیده که پدر و مادر نماز خوانده، او تو امو رقم به شکل از او نماز خوانده. تو را به الله قسم اسلام میدانی که اسلام کدام دین است؟ یک روز سوال کردی که اسلام چی منافعی داره؟ چرا پذیرفتیم؟ چی اهمیتی داره؟ اهؤلاء الذین، به او مردم میگه چطور است در دنیا خو شما امی مردمای غریبه، امی مردمای کمکه که در هر جای سرش اشپیلاق میکرده، اشاره میکرده، ریشخند میکرده، یک دفعه صدا میکرده وا بیا زنای وا بیرین تو این تو، همین طور میگه نمیگه؟ بله، الله متعال حالات عجیبه از واره بر ما نقل میکنه. اصحاب اعرافی مردم ها را میگه امی غطایتا، اشاره میکنه به جنتی ها که مردمای غریب بیچاره عاجزی بندگی الله را کرده همیشه. بری از جا چی میگه؟ اهؤلاء، آیا اینمی مردم هستند که شما میگفتی اقسمتم، که شما قسم یاد میکردی، اقسمتم که شما قسم میخوردی لا ینالهم الله، که نمیرسن الله برایشان رحمت، هیچگاه در رحمت الله یارا گرفتار نمیکنه. به نظر شما حقیر بود، غریب بود، در هر جای آزار اذیت داده میشد، گپش کس نمیشونید. اگر میرفتن دعوت دین میکردن، دستی از کرا میرسید که اینجا نمیتونه، اینجا نمیتونه، سری شما بند است سری شما بند است. یهود میاد ای وطن ما، مدرسه را جور کرده، انجیلا را در مکتبا واضح توضیح میکنه، نه جنایی میاد، نه اسکر میاد، نه کسی میخیزه که را بند کنه، نه تظاهرات میکنه، نه شاگردای مکتب میگه که چی چیز برای ما داده میشه. اما زمانی که ترجمه قرآن کریم ما در کدام مسجد شروع میشه، باز میبینی که از 4 اطراف همسایه ریش سفیدا جمع شده. نه ما ترجمه را اینجا نمیخواهیم. سال اول که ترجمه را شروع میکردم تقریبا 12 مسجد رفتیم. چند مسجد؟ 12 مسجد. او در 12 مسجد کس مرا اول میگفتن که خوب کار است، مولا صاحب میگفت
پسان زنگ میزد مولی سیم نشد. چرا نشد؟ والا مردم گفتن که نه امی خودی ترجمه میکنی بس است. نمیماند خب اگه تقریر تبلیغ هم میکنی تو را ماندنی نیست. چرا؟ کم هستی. اگر در پشت سرت مردم استاد باشه که تظاهرات بکنی باز کرزای صاحبان برات خب پوست میده میگه خیلی مردم داره. اگر نه که نداشتی کس پرسانی تام نمیکنه. بچهای ما از مسجد ولچک و زولانه شد دستایش به خاطر رفع الیدین تا یه روز کس بازخواست نکرد. در قندار رفتیم اجتماع بند شد. ما را نگذاشتن که در مسجد الله بریم و تقریر کردیم. بعد از اون نماز شام آمد عسکرا آمد دبچیکاری را شروع کرد. مردم میزد. خو اگر این صحنه ها نباشه یکی حق برای آدم معلوم نمیشه که حق کدام است. همین مشکلات ها که بیا آدم درک میکنه که حق کدام است. الذین مردم ها اقسمتم که شما قسم یاد میکردی لا ینالهم الله برحمت که الله برشان نمیرسانه رحمت خدا حاصل نمیشه برشان رحمت الله. چرا؟ حقیر میشمردن. میگر اگری حق می بود اول ما میپذیرفتیم. خوی دین حق نیست، این نظریه حق نیست. اولی مردم چی میگه؟ دیگه نمیفهمه. یک شما میفهمید دین؟ یک شما؟ یعنی شما بسیار فقیر و حقیر هستی. اگری دین حق می بود اول ما میپذیرفتیم. همینطور براتون میگم. اصحاب اعراف به می غطایت میگه که در جهنم است، اشاره میکنه به او غریبا به اشاره که در جنت است. این مردم ها را شما میطور میگفته ادخلوا الجنت، برشان گفته شد به می گروه که داخل شوید در جنت لا خوف علیکم، ترس سرتان نیست، به خاطر که مکمل اوامر الله را و نواهی الله را بجا کرده. ولا انتم تحزنون، غمگین هم نیستید. چیزی که از ثواب از شما فوت شود از او را انجام داده فوت نشده. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنت، حالی دیگه در دنیا خود سرشان ریشخند میزدن، لیکن اونجا چی میگن؟ یک کمکی خود از امون نعمت ها برای ما بده. یک کمکی. اونجا ضرورت به چی چیز داره؟ اینجا در دنیا برش میگفتی که بیا اعمال جنت انجام بدیم، چی برات میگفت؟ برو همو جنت از تو باشه مرا بگذار. همینطور است یا نیست امیالی؟ امیالی که دعوت میده چی میگه؟ ملاقک خدا جور کرده برو همین جنت از تو باشه، من سر و کار ندارم. نعوذ بالله. این کلمه چیست؟ کلمه کفری است. زن طلاق میشه. کسی که آخرت نمیخواه کافر است. بس ها مردم کافر است نفهمیده تالی را. کتاب نواقض اسلام مطالعه کردی یا نکردی؟ نواقض اسلام پیش ما مفت توضیح کرده بودم، مالی چاپ کردم، یک کمی بیقدر شد او نه که ما کتاب کسی برای ما نخرید دیگه، مجبور چاپ کردیم با پیسه میفروشیم. نواقض اسلام. اسلام تنها یک کلمه گفتن نمیگه، هزاران گپ پیدا میشه که اسلام تا مکمل میده میکنه. مردم همینطور است. اینجا در دنیا میگفت که برو همون جنت از تو باشه، لیکن اونجا آواز میده و نادا اصحاب النار، آواز میده ملازمین آتش، اصحاب الجنت، ملازمین جنت، کسایی که در جنت است، صاحبان جنت، ان افیدو که بریزانی علینا بالای ما من الماء، یک کمکی آب عذاب خبر ما بده، یک او مما رزقکم الله، از اون نعمتایی که الله شما را روزی داده، از بعضی اون نعمتا کلیشام نه، کمک بده. قالو صاحبان جنت میگه ان الله یقینا الله متعال حرمهما، منع کرده. حرام اینجا حرام مانا نه، چرا در جنت حرام و حلالی دنیا واره نیسته. الله منع کرده اردوره ام آب هم نعمتا را علی الکافرین، بالای کسانی که کفر ورزیده انکار کرده از دین واقعی الله، سری از یا حرام است. کدام کفار؟ الذين اتخذوا دینهم، کسانی که جور کردن دین خدا لهوا، چیزی مشغول کننده، به هدف، به فایده، و لعبا بازیچه که هیچ نوع فایده دو دیده نشوه. لهو چیزای مصرف کننده که کلی همت و مقصدی تا دو مصرف میکنی اما هیچ چیز در دست نمیاری. لعب بازیچه که در ظاهر خوش میکنه تا لیکن در حقیقت هیچ چیز وجود نداره، او را لعب میگه. و غرتهم الحیات الدنیا، فریب داده بود یار زندگی دنیا.
فالیوم ننساهم، الله میگه ما معامله فراموش کردن رایشان میکنم. مثل که اگه انسان اعتنا نمیکنی، مثل که فراموش کرده باشی، الله خو فراموش نمیکنه، لیکن امو قسم معامله برش میکنه. کما نسو لقاء یوم، مثل که یا فراموش کرده بودن ملاقات این روزه، روبرو شدن این روزه، هازا که یمی روز است. و ما کانوا بیایاتنا یجحدون، و به سبب از که بودن بیایاتنا، به دلایل توحید و یکتا پرستی ما، به نشانه های قدرت ما، به احکام ما، یجحدون، انکار میکردن. از او خاطر این مردم ها کفار است. خب کسانی هستند که جور کردن دین خدا لهوا و لعبا، دین خدا به بادی مسخره گرفته، گاهی نعوذ بالله توحید مسخره میکنه، گاهی سنت، گاهی نماز، گاهی روزه را مسخره میکنه، نعوذ بالله. مردم ها تمثیل میکنه گاهی اوقات. در یک کلیپ دیدم چند دانه جوان نماز میخونه، باز همینطور زود کرده خنده میکنه میخیزن. این کفر است، نعوذ بالله. سر عبادت الله استهزا کردن این چیز کفر است. سر نماز استهزا میکنه. بس اوقات مردم ها تمثیل ملاها و ایارا میکنه، بس اوقات تمثیل یا کاریکاتور انبیاء علیهم السلام میکشه. کلش است استهزا با دین است. اینی را لهو و لعب میگه. دوم ترجمه، الذین مردم ها اتخذوا دینهم، که جور کرده دین خدا، یعنی دین خدا ساخته لهو و لعب. لهو و لعب چی مانا؟ خدا در اون مصروف میکنه مکمل رقص است، ساز است، سرود است. بگه رقص و سرود است. امروز یک تعداد مردم به نام ذکر، این ذکری مولاناست. چی رقصی مولاناست؟ این جایز است. چرخکا بزن، چرخکا بزن، رقصی مولاناست، جایز است. هر چیزی که مولانا کرده جایز. مولانا در کتاب مثنوی خود یک آیت جهاد در مورد کفار تشریح نکرده و نه جهاد اشاره کرده و نه جهاد ترغیب داده و نه فضیلت جهاد بیان کرده. مولانا نماینده کی بوده؟ نماینده کسایی بود که جهاد بالکل اعلان نکنه، جهاد صحنی دین بر داشته شوه. در جایی که آیت قرآنی کریم میگه قتل دشمن مقابله کنه، دشمن کفار معرفی نکرده، دشمن نفس معرفی کرده. تابعدارا دنبال دارای از یا اینمی پروسه را پیش میبره. دنیای کفر، دنیایی که عاشق دموکراسی است و دنیا که قتل اسلام دشمنی داره، امی طایفه ها را خوش داره. چرا؟ به خاطری که یا جهاد سنگر گاهی هم به مردم تشریح توضیح نمیکنه، بلکه مراد از جهاد با نفس است. نفسی تا چی کو پایمال کو؟ چی رقم پایمال کو؟ برای 4 دقیقه چی رقم پایمال کو؟ آلی برادرها شدیم، زنای ما یکی از دیگر روی نگیره، در یک خانه زندگی کنه، خو کنه، برادرها جور شده. نفسه جهاد با نفس بکنی، خود نفسه بکشه. آخری نظریشان در سرحد میرسه، میگه نفسا کشته شد. اگر قطع زنشان خواب کردی پروا نداره. از همون خاطر پیر صاحب که قطع زنش هر کاره میکنه هیچ باکی نداره. چرا؟ میگه پیر صاحب که نفس خدا مکمل از بین برده، کشته شد. این صحنه ها را شما باید دقیق مطالعه بکنی. فعلا در کابل وجود داره، فعلا در کابل وجود داره. مولانا صاحب رقص مولانا صاحب مشروعیت میده. مولانا کدام مولاناست خبر داری؟ دنیای غرب سال میلادی را به نام کی نامید؟ به خاطر خدمت شایان برش کرده بود، جهاد محو کرده بود. جهاد نبود. عاشقای امروزی ما مسلمانای ما مثنوی را مغز قرآن میدانه. کسی که مثنوی را مغز قرآن میدانه، قرآن پشت قرآن میگه او کافر است. شکی در کفرش نیست. ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بر دیگران بگذاشتیم. قرآن کلام الله را، قرآن کلامی کیست؟ کلامی کیست؟ کلامی الله پوست است. فارسی تو، دری تو، مغز قرآن است. و کدام عنوانا مردم شکار شد، اسلام شکار شد، ملت فریب داده شد. خلاص انگیزه جهاد قطعا وجود نداره. کدام تنظیم، کدام گروپی که خیلی دنیای غرب لعنتام میگه، بدام میگه، لیکن در آخری مجلش، در آخری اخبارش، در آخری برنامه رادیوش، در آخری برنامه تلویزیونش،
داخلی مرام نامش جنگ رای حل نیست بیان میکنه. جهاد محو اعلان میکنه، بدانه که یک شنگک داره، یک شنگک قطعی دنیای کفری داره. فهمیده؟ بشناسه این منظماتی که در هر جای در هر مملکت پیدا میشه علامه شیرمیست. فقط دنیای کفر اونمو طایفه را خوش داره که فقط شعاری تا بسازی که جنگ رای حل نیست. دیگه امریکا برات میگه روزانه 100 مرتبه مرا لعنت بگو، 100 مرتبه خدا آخری سخنایت بگو جنگ رای حل نیست. بیایی که از جنگات دست بکشیم، اسلحه را نابود کنیم، اسلحه را خودی ما نابود کنیم، خود مردم ها از ساخته رایسته. اسلحه تو یک درم از بین میره. کدام اسلحه خیلی مدرن، خیلی اسلحه کامیابی که از روس گرفته بودی در دشتا برده میشه، انفلاق داده میشه. چرا انفلاق داده شد؟ حالی اسلحه هست مملکت بمانه، نیروی از این قوی شود. بله اسلحه را به این نیرو بده که برای 3 سال کار بده. بعد از سال 3 مرمی را هم فیر نتانه، خود دست بسته باشه. این اسلحه از بین برده میشه. هوشیار هستی یا نه؟ هوشیار هستی جوانا؟ الله هوشیار کنه. کدام اسلحه روسی کامیابترین اسلحه در جهان است. کامیابترین اسلحه. شب و روز سرش جنگ میکرد، دیگر می آمد. تفنگای از یارا بگیری برای 1 ساعت جنگ بکنی، اگر دیگه مرمی را فید کرد میگم بیشک. لیکن امو اسلحه ها از جنابای مجاهدین جمع میشه. مجاهدین با بسیار احترام الا برنامه DDR است. چی برش میده؟ چی برش میده؟ برنامه DDR است. DDR است. DDR است. پشتش چی است؟ گلبهار است. پشتش باز چیسته؟ بسیار گپاست. اسلحه را بده بازوا میبره در دشت و بیابان، او را کلشه در میده، انفلاق میده. چرا؟ این وطن بیچاره قدر غریب است، به 1 مرمی ضرورت داره، به 1 مرمی. برنامه ها را بدانی، دستایس شیطانی را باید درک بکنی. اگر درک نمیتونه باز مقابله دشمن نمیتونه. این را بدانه جوانا. قرآن کریم این برنامه ها را برملا میسازه بر ما. 1 الذین کفار و مردمای است اتخذوا دینهم که جور کردن دین خدا لهوا و لعبا، دین خدا ذریعه زندگی دنیا جور کرده، 4 روز خدا مصروف و مشغول بکنه، نه هدف، نه مقصد، نه برنامه، نه تربیه، نه تعلیم، نه ثمره، نه نتیجه. خلاص. بله مثل که یک آدم میره دریوری رایات میگیره که یک کسب است امرار معاش بکنم، یک آدم میره مدرسه را میخونه که ملا شوه، در مسجد خیرخانه یا حافظ قرآن شوه، فقط در رمضان در مسجد خیرخانه ختم بده، نفوسش زیاد است، داخلی ختم بسیار پول جمع میشه. 1 ماه خواری بکو، 1 لگو 40,000 افغانی را در جیب پرتو. مامور میگی تو اما روزه 8 ساعت در دفتر کار میکنی، چند هزار معاشیت است؟ 7,000. 10 70 2 هفتم 14 84,000 معاشیت است. من 1 لگو 40,000 در 1 ماه گرفتم. دین خود ذریعی چی کرده؟ کسب معاش جور کرده. الذین اتخذوا دینهم، دیگه ترجمه، او کسانی که گرفتن دین خدا، مراد از دین اینجا روزای خوشی خدا چی گرفتن؟ لهوا و لعبا، مصروفیت و مشغولیت و بازیچه گرفتن. روز خوشی خدا بجای از اینکه عبادت الله شوه مردم درسا بگیره، گرفتنی را نعوذ بالله مشغله جور کردن، تخم جنگی شروع کنه، بره در باقی وش، بره در سینما. روزی جشن، روزی معصیت جور کردن. چرا روزی معصیت جور میکنی؟ روزی ایدا، روزی جشنا درسا داره. روزی ایدی قربان کدام درس داره؟ تعلیم بندگی را براتون یاد میده که بندگی چی را میگه. جوان چه قسم گردن خود برای پدرجان خود میگذاره، پدرجان چطور کارده سری گلونی از او کش میکنه، مادرجان چطور تسلیم شده که بچه خدا تسلیم کرده که برای پدر او را ذبح بکنه. روزای جشنی تو روایی نیست.